اگه یه موبایل توی دستته و ازش پول در نمیاری، پس داری زمانتو الکی هدر میدی. تعریف از خود نباشه، من بدم میاد از خودم تعریف کنم، ولی حدوداً 8 ساله که با همین موبایل از فضای مجازی درآمد آنلاین دارم و اصلا دوست ندارم از خودم تعریف بکنم و جلوتر با من آشنا میشی. قراره که بهت بگم فقط 4 تا راه وجود داره که با موبایل بتونی از اینترنت درآمد داشته باشی و پول در بیاری. و اگر این 4 تا راه رو بدونی، دیگه نیاز نیست ساعت‌ها الکی دنبال روش‌های مختلف و حالا روش‌های الکی بگردی که چطور میشه از اینترنت پول در آورد. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش که حتما قراره مسیرت عوض بشه، مسیر زندگیت، و مطمئنم تویی که اومدی این ویدیو رو ببینی قطعاً با آدمای عادی فرق داری، چون دنبال اینی که از وقتت بهترین استفاده رو بکنی و دنبال سرگرمی و دنبال این نیستی که وقتت رو به بتالت بگذرونی. درود بر تو آچار گرامی عزیز، من عرفانم و اینجا آچار گرامه. قراره که با هم دیگه یک ویدیوی مفصل در مورد درآمد داشتن از اینترنت رو جلو ببریم و ببینیم که آقا چطور میشه اصلا با این موبایلی که ما داریم از اینترنت درآمد داشته باشیم. راه اول فروشه. یعنی آقا حالا قشنگ مفصل توضیح میدیم که آقا مزایاش چیه، معایبش چیه، فروش به چی ختم میشه، فروش محصول مجازی، فروش محصول فیزیکی و حالا بقیه چیزایی که بهش میرسیم. راه دومش خدماته، راه سومش تبلیغاته و راه چهارمش تریده. ترید فکر نکنید میگم برید توی کریپتو، توی نمیدونم فارکس ترید بکنید. ترید اصلا معنی کلمه ترید یعنی چی؟ ترید آقا یعنی معامله. حالا شما میتونید اینجا ارز رو معامله بکنید، نمیدونم بیت کوین معامله بکنید، برید توی فارکس مثلا طلا معامله بکنید، ارزون بخرید گرون بفروشید، دلار رو نمیدونم معامله بکنید، یا نه خارج از این موضوع بیاید معامله ماشین انجام بدید، معامله ملک انجام بدید. حالا میگم به اینها همه میرسیم و قراره که الان بیشتر با من آشنا بشید، بدونید که آقا دقیقاً من چطور شروع کردم، از کجا به اینجا رسیدم، چطور شد که اصلا وارد فضای مجازی شدم، چه اتفاقی افتاد. بریم که با هم دیگه ببینیم آقا اصلا من کیم، چی کارم. اگر منو نمیشناسید بیشتر با من آشنا بشید. بریم. تقریبا سال 2014 بود که مطمئنم کلش آف کلنز به گوشتون خورده و حتما بازی کردید. توی اون سالا بود که مثلا تو تاکسی می نشستی، یکی ران تاکسی، یکی بغلیت میپرسید آقا لول چندی، نمیدونم تان چندی، چطور پلی میدی. حالا از این قبیل سوالات نمیخوام زیاد توضیح بدم. فقط توی اون تایم بود که من با کلش آف کلنز آشنا شدم و وارد شدم به کلش. دقیقاً این بازی مسیر زندگی من رو تغییر داد. اما چطور؟ یادم من اکانتی داشتم تا آن 8 بود و یه کلن هم داشتم که کلن لول 6 بود. اون موقع بزرگترین کلن جهان نمیدونم به لول 10 بود یا 11 بود. من اونجا اومدم یه بنده خدایی رو پیدا کردم، یه اکانت تا 9 داشت و گفت بیا آقا من با کلنی که لول 6 با هم دیگه تاق بزنیم و حالا معامله بکنیم. اونجا بود که من هیچی از اینترنت و هیچی از جیمیل و اکانت و اینا سر در نمی آوردم و اومدیم آقا تاق رو زدیم. من اینقدر نوب بودم، هیچی سر در نمی آوردم که این بنده خدا حدوداً 3 روز اکانتش دست من بود. خیلی هم خوشحال بودم که این اکانت رو گرفتم. اکانت تا 9 مکس بود. تقریبا یادم تعریف میکردم 100,000 تومان سود کردم توی این معامله و توی این حالا اکانت رو گرفتیم و کلن رو دادیم. بعد 3 روز یادمه این کلمه، این جمله واسه من کابوس اون روز هاست و اگر الان هم این رو ببینم خیلی میترسم. بعد 3 روز دیدم که توی اعلانات موبایل من اومده که اقدامی در حساب لازم است. من اصلا یاد نداشتم رمز جیمیل رو عوض کنم، فقط جیمیل رو از طرف گرفتم و وارد اکانت شدم. اونجا دیدم که آقا بله بنده خدا اومده
پسورد جیمیل رو عوض کرده و من از اکانت بیرون نیافتاده بودم. داخل اکانت بودم ولی از جیمیل بیرون افتاده بودم. اونجا آقا کل زندگی من تغییر کرد. اینقدر استرس داشتم، با خودم گفتم چیکار بکنم چیکار نکنم. از اونجا دیگه وارد شدم بریم ببینیم چی میشه. یادم دقیقاً حدود یه هفته بود من اینترنت رو زیر و رو کردم، هر چیزی که میشد اطلاعاتی که میشد جمع‌آوری کردم و آخرش یادمه که نتونستم کاری بکنم. ولی خب همینطوری دست بردار نبودم، پیشو گرفته بودم که آقا این جیمیل رو پس بگیرم. خونه یکی از دوستان بودم، 2 تا از حالا رفیقای منم بودن، نمیدونم ویدیو رو ببینن نبینن. اونجا بود که من لپتاپو باز کرده بودم، لپتاپ خودم نداشتم مال بابام بود. لپتاپو باز کرده بودم و رفته بودم توی سایت ریکاوری اکانت گوگل که میشه جیمیل رو زد و اکانت رو ریکاوری و یا بازیابیش کرد. اونجا من اومدم راه‌های مختلفی رو امتحان کنم، به یه حالا قسمتی برخوردم که نوشته بود تاریخ ساخت این اکانت مال کیه. من اومدم دونه به دونه روزی 3 بار میشد این رو امتحانش کرد. بیشتر از اون اکانت اسپم میشد و حالا باید تایید میکردی که ربات نیستی و اکانت قفل میکرد و ردت میکرد گوگل. من اونجا شانس من گرفت. توی نمیدونم حرکت دوم بود یا سوم، وقتی که تاریخ اکانت رو درست وارد کردم، دقیقاً یادم نیست تاریخش رو، فکر میکنم ژوئن سال 2014 بود. اون جیمیلی که مال طرف بود هنوز جیمیلش هم یادمه دقیقاً چه جیمیلی بود. اون رو وارد کردم و یهو دیدم صفحه چنج پسورد گوگل برای من باز شد. اونجا از شدت خوشحالی توی پوست خودم نمی گنجیدم و یادم صدا کردم رفیقامو، گفتم هکش کردم وارد شدم. یکی از اون رفیقام اومد گفت صفحه چنج پسورد رو که دید، گفت این که چیزی نیست بابا، من فکر کردم الان داری با کالی لینوکس اونجا داری چه میدونم با توی ترمینال داری کد میزنی و کرک کردی پسوردش رو. خلاصه اونجا من پسورد جیمیل رو عوض کردم و جیمیل رو پس گرفتم. اینجا بود که من وارد شدم به یک دنیایی که استعداد خودم رو کشف کردم و فهمیدم که باگ‌های مختلف رو میتونم در بیارم. و اون باگ گوگل خیلی قشنگ بود. تاریخ ساخت جیمیل رو میزدی و پسورد جیمیل رو میتونستی عوض بکنی یا وارد جیمیل بشی، که الان باگ رفع شده و دیگه همچین چیزی امکان پذیر نیست. و این نکته رو هم بهتون بگم، اگر که شما به اون جیمیل دسترسی از قبل داشته بودید میتونستید این کار رو انجام بدید، وگرنه اگر مثلا توی اون دیتابیس گوگل حالا IP که شما وارد شدید به این اکانت رو نداشتی، یعنی ثبت نمیشد، به هیچ وجه این صفحه چنج پسورد برای شما باز نمیشد. خلاصه بگذریم از این موضوع. حالا اگر که مثلا این قسمت ها براتون جذاب نیست، میتونید بزنید فقط برسید به اون قسمتی که از چه راههایی میشه درآمد داشت از فضای مجازی. فقط اینجا من دارم توی این قسمت خودم رو معرفی میکنم که یک شناختی نسبت به من داشته باشید. بدونید که آقا دارید از کی حالا این صحبت ها رو میشنوید. هرچند مهم نیست از کی، مهم اینه که اون طرف چه چیزی رو داره به شما ارائه میده. حتی اگر یک بچه 7 ساله هم باشه یک حرف درستی رو بزنه، باید اون حرفش رو به جون بخریم و ازش استفاده بکنیم. خلاصه بگذاریم، من یادم کلاس 8 بودم، یکی از همکلاسیام دقیقاً اکانت کلش رو بالا کشیده بودن. اونجا اونم بنده خدا اومد و تو مدرسه منو به عنوان مغز متفکر کامپیوتری میشناختن، ولی اصلا هم چیزی نبود. من فقط یک باگ ساده از گوگل رو در آورده بودم که حالا میشد باهاش ورود زد به اون جیمیلی که قبلا داشتیم. این بنده خدا هم کلاسی من اکانت کلاش رو بالا کشیده بودن و یه روز با من هماهنگ کرد که بیایم اکانتش رو پس بگیریم. دقیقاً با هم باگی که یاد داشتم اکانتش رو کمتر از یه ربع اکانت جیمیلش رو پس گرفتم و اون طرف قشنگ یادم اینطوری بالا پایین میپرید وای چی کار کرد دیگه. خلاصه این بود ماجرای ورود به اکانت های جیمیل. یادم یه بار دیگه هم که خونه هم گفتم 2 تا رفیق داشتم که اونجا موقعی که اون اکانت رو ورود زده بودم بهش، یکی اسمش فرشاد بود، یکی هم امیره که حالا با امیر در تماسم ولی با فرشاد زیاد در تماس نیستم. خونه فرشاد بودم، اونجا هم
داشتم از خودم صحبت میکردم و تعریف میکردم، این باگو در بردم، این حرفا. قبول نمیکرد، میگفت اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست، نمیشه، گوگل الکی نیست که تو بخوای مثلا بهش وارد بشی و اکانت مثلا جیمیل رو هک بکنی. بهش گفتم یه شرطی بذاریم، آقا اگر من تونستم وارد بشم به این اکانت جیمیلت که کلش روشه، من اکانت تو برای خودم برمیدارم. گفت اوکی، اگه تونستی برش دار، مال خودتون، نوش جونتون، نازش هسته. گفتم اوکی. به وای فایش متصل شدم. دقیقاً یادتون هست که گفتم باید آی پی تون ثبت شده باشه توی دیتابیس گوگل که بتونید اون صفحه چنج پسورد رو باز بکنید. حالا الان که این اتفاق نمیفته، ولی خب حالا من دارم اون سالها رو براتون تعریف میکنم. تقریبا سال 2016 2017 بود. دقیقاً با ازش پرسیدم، پشت شونهش زدم، گفتم کی جیمیلتو ساختی؟ بهم یه هولوشی گفت. منم روی همون تاریخی که گفت حساب باز کردم و رفتم زدم. اونجا من بلافاصله صفحه چنج پسورد برای من باز شد و من وارد اکانت گوگل شدم، وارد اکانت کلشش شدم. رفتم بهش گفتم ببین مال منه، یه چیزی نمیگی. اونجا بنده خدا یه خورده تعجب کرد، کپ کرده بود، چیزی نگفت، ولی باباش که حالا ارادت داریم بهشون، هر جایی منو میدید میگفت چطوری کلش دزد، اکانت بچه منو دزدیدی و این حرفا. خلاصه از اینم بگذریم، میرسیم به سال 2018 که من وارد اینستاگرام شدم و اونجا یادم اولین درآمدی که من داشتم توی اون سال بود که خودم رو به عنوان کارشناس، حالا کارشناس که نبودیم، خودمونیم، بیشتر بچه بودم، میدونی بچه بودم و دوست داشتم حالا به نحوی گندگوزی بکنم. کارشناس امنیت فضای مجازی و این حرفا معرفی کرده بودم و یه بنده خدای اکانت اینستاگرامش از دست داده بود، براش برگردوندم طبق اون تجربیاتی که از گوگل داشتم و اونجا اون بنده خدا با من رفیق شد و اکانتش رو دست گرفتم و به من گفت چطور اکانتمو بالا ببرم. اونجا من یادمه دقیقاً 20K فالوور براش زدم که اکانتش بیاد بالا. 200,000 تومان ازش گرفتم. یادمه کلاس 11 بودم و اون درآمده خیلی خیلی برای من شیرین بود. دیگه این شد که من تونستم اولین درآمدم رو از فضای مجازی داشته باشم و این کلاً مسیر زندگی من رو عوض کرد. خلاصه بگذریم، اون قسمت ها زیاد مهم نیست، چون مثلا می اومدم اکانت برمیگردوندم، امنیت پیج قبول میکردم و این حرفا، درآمد چندان زیادی نداشت، ولی خب برای یه بچه مثلا 17 ساله خب خوبه دیگه. حالا دست تو جیب خودت باشه، اون اینترنت تو خودت بگیری، هرچند الان خیلی ساده تر شده، الان خیلی راحت تر میتونید از این موبایل توی دستتون پول در بیارید، اما اون موقع سخت بود. اون موقع مثل الان مثلا یوتیوب و اینستاگرام و اینا جا نیافتاده بود. هرچند اون موقع به من میگفتن آقا بیا اینستاگرام رو استارت بزن و مثلا یه محصولی بفروش، یه پیج بزن، تولید محتوا بکن تو که استعدادشو داری، ولی خب من زیاد جدی نمیگرفتمش. بگذریم، یادم سال 2018 بود، کلاس 12 بودم و دیگه جدی شروع کردم. اومدم توی اینستاگرام و کار بابای من تولید فرش دست بافه. اونجا یه پیجی رو زدم و یادم پیج رو توی موبایلم داشتم. وقتی از مدرسه تعطیل می شدم، موبایل از جیبم در می آوردم و پوشی می برد. اونجا توی راه برگشت به خونه که داشتم پیاده می اومدم، شروع می کردم توی پیج های رقیب فالو می کردم کسایی که مثلا توی پیج های فرش یه پستی رو لایک کرده بودن. اونایی که لایک کرده بودن میرفتم فالوشون میکردم و اونا تقریبا یه چیز اولش 30-40% به من فالو بک میدادن. فالو بک هم اگه نمیدونید چیه، مثلا من میام شما رو فالو میکنم و شما براتون نوتیف میاد که آقا مثلا آچارگرام شما رو دنبال کرد. شما میاد میگید خب اوکی این منو دنبال کرده، بذار منم دنبالش بکنم. یا میاد پیج شما رو چک میکنم، این خوبه، خوشش میاد از کار شما و شما رو دنبال میکنه. اونجا بود که من حدود 6 ماه کار کردم روی پیج و یه بنده خدا، یه عربی بود از عمان، یه شب تماس گرفت توی واتساپ، شماره رو از بابا گرفته بود و 2 تا فرش ما اونجا تونستیم از طریق واسطه توی ایران صادر بکنیم به عمان. عرضم به خدمتون اینطوری شد که آقا ما این کار رو انجام دادیم و دیدم بله میشه یه سری کارها انجام داد.
اونجا دیگه خیلی صفر چسبیدم و اومدم 3 تا پیج زدم توی موضوعات، حالا شاید براتون جالب باشه، عکس دختر میذاشتم، میرفتم فالو میکردم این مردایی که حالا مثلا لایک کردن، اونا هم به من بک میدادن. توی پیج فرش مثلا 30-40% بود، توی پیج دخترونه یه چیزی بوده 60-70% رو به من فالو بک میدادن، شاید 80% هم میشد. اینطوری بود که یه الگوریتمی هم از اینستاگرام در آورده بودم. یادم روزی 3 تا پست میذاشتم توی هر کدوم از اون پیجا و قشنگ میرفتی توی لیست ساجست و مثلا کسی اکانت اینستاگرام میزد، اکانت منو بهش ساجست میداد و تقریبا یادمه با یکی از پیجا روزی من 4000 تا فالوور جذب میکردم. اونجا بود که یه پیج 500k داشتم، یه پیج 300k و یه پیج 200k. دقیقا من یادمه سر یه موضوعی یه باگی به وجود اومد توی اینستاگرام که پیج های من بسته شد. یه پیج 500k و 200k از من بسته شد و از ترس اینکه این پیج 300k هم بسته بشه اومدم اینو فروختمش و پولشو یادتون باشه که بگم، البته یاد خودم باید باشه، فروختمش و پولشو گذاشتم جیب که باشه یه کاری انجام بدم. اینجا بود که آقا من باز دوباره حس می‌کردم حق من خورده شده. یه حسی نسبت به اون اکانت جیمیل و اینا داشتم، گفتم خدایا چیکار کنم، این پیجا حیف از دست بره. هر کاری که کردم نتونستم اکانت ها رو برگردونم، اما اینجا وارد یه مسیری شدم که باز مسیر زندگی من تغییر کرد. رفتم دنبال این که آقا چطور میتونیم اکانت رو برگردونیم و کل اون قوانین اینستاگرام زیر و رو کردم و چطور آقا پیج بسته میشه و این حرفا. خلاصه اومدیم آقا با یک اطلاعاتی که به خاطر این از دست رفتن پیجا بود، اومدم خودم یه پیج زدم. قبل از اون پیج یه پیج دیگه هم داشتم، آی جی تپ تپ، که می اومدم با اون پیجای دخترونه مثلا تبلیغات خودم رو میکردم و میگفتم آقا اگر میخواید مثلا تگ بکنید یا منشن بکنید 2 تا پیج رو انتخاب میکردم، مثلا مبلغ 10,000 تومان 15,000 تومان ازشون میگرفتم، میگفتم آقا این 2 تا پیج مثلا همدیگه رو استوری بکنه، یا مثلا پیجاشون رو توی پیجم پست میکردم، میگفتم این پیج اگر میخواید باش تب بزنید تبادل بکنید میتونید که به دایرکتش پیام بدید و حالا اون شما رو استوری بکنه و شما اونو استوری بکنید. اونجا یادمه اون پیج آیجی تپ تپ رو فقط یه بار تبلیغاتش کردم به مبلغ حدود 115,000 تومان اگر اشتباه نکنم، خیلی سال گذشته من دقیقاً یادم نمیاد. ولی خب خلاصه اون نگرفت اون پیجه، با اون اطلاعاتی که کسب کرده بودم به خاطر اینکه آقا چطور میشه پیجا رو برگردون، چطور میشه که آقا یه پیج و بس، اومدم خودم یه پیج زدم با آیدی آشاریرام که شما الان مخاطبین عزیز آشاریران هستید و از اون تایپ حالا یه سری رفقا داریم که ارادت داریم بهشون و با ما هستن. آشاریرام رو شروع کردم، باگ‌هایی از اینستاگرام در آوردم، راه‌های برگشت پیج، راه‌های بستن پیج، اینا رو شروع کردم و اولین آموزشی که گذاشتم آموزش همون پیج دخترونه بود که گفتم 3 تا پیج خودم آوردم بالا. این اومدم به مبلغ 200,000 تومان گذاشتم برای 10 نفر. اونجا یه تجربه کسب کردم آقا، من چون اولین بارم بود داشتم آموزش میدادم، هی پیگیر بودم که این با این 10 نفر تماس میگرفتم آقا چی شد، پیج تو به کجا رسوندی؟ دیدم آقا خیلی هاشون جواب نمیدن، یه سری هاشون پیج زدن اصلا کاری که من گفتم انجام نمیدن. دیدم آقا خیلی ها میان هزینه میکنن واسه آموزش ولی انجامش نمیدن. اونجا بود که آقا من اومدم و این راههایی که برای برگشت پیج بود رو به صورت یه آموزش میذاشتم و میفروختم. حالا جالب اینجا که من یه کانال آموزشی داشتم، کانال VIP بود، 10 تا آموزش بود از قبیل بستن پیج، ریپورت اینستاگرام، برگردوندن پیج و امنیت پیج، این حرفا. خلاصه بگذریم، قیمتش بود 100,000 تومان. بعد یه مدت دیدم آقا این آموزشای بستن پیج من خیلی گرفته، خیلی ها دارن به قیمت‌های گزاف میفروشنش، 500,000 تومان، 1,000,000، 3 میلیون، در صورتی که من 10 تا آموزش رو در کنار هم 100,000 تومان گذاشته بودم، هم دارن میفروشن.
اونا رو اومدم پابلیک کردم و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دادم که دیگه کسی نتونه ازشون سوء استفاده بکنه و به قیمت‌های گزاف اون آموزش‌های خود من رو بفروشه. حالا اگه شاید براتون سوال باشه اینجا من چرا توجه میکنم، اینجا سرفصلا رو نوشتم که ریز به ریز مو به مو جلو بریم و چیزی رو از قلم نندازم. یکی از باگ‌ها رو هم بهتون میگم که بدونید چقدر جالب بود. مثلا برای اینکه بیایم یه پیج رو ببندیم، یه پیج قدیمی‌تر پیدا می‌کردیم، اون عکسای اون طرف رو، حالا هر عکسی که توی پیجش بود رو توی پیج خودمون میذاشتیم و به اینستاگرام ریپورت جعل هویت ارسال می‌کردیم که این پیج آقا داره هویت من رو جعل میکنه و چون پیج من قدیمی‌تر بود، این پیج کمتر از مثلا رکوردش زیر 3 دقیقه بود که یه پیج رو من پروندم. اینطوری بود که آقا ما وارد یه قضایایی شدیم، پیج ما رو میزدن، ما پیج اونا رو میزدیم، وارد یه داستانایی شدیم ما حاشیه و اینا که من خیلی اذیت میشدم دیگه. از اینستاگرام تقریبا دیگه قیدش رو زده بودم، بعد اینکه 2 سال کار کردم قیدش رو زده بودم. خیلی باگای مختلفی بود. یه عکسی بود که حالا شما مثلا اون رو اگر توی دایرکت برای کسی دیگه ارسال میکردید پیج خودتون بسته میشد. اینو میومدیم حالا در قالب یه چیزی مثلا توی تلگرام براش میفرستادیم، میگفتیم آقا این عکس رو برای ما بفرست، پیجش بسته میشد. یا مثلا حالا یه باگی هنوز کار میکنه، میخواستم بگم خوب شد یادم افتاد که نگم چون سوء استفاده میشه. یه سری باگای دیگه هم الان وجود داره که من کلا از اون بازار از اون چیزا اومدم بیرون. چرا؟ چون دیدم خیلی سوء استفاده میشه و این موضوع باعث ضربه زدن به کسب و کارها و یه سری از پیجایی که اصلا هیچ گناهی نکردن میشه. خیلی برای اینکه عقده داشتن میرفتن یه سری پیجا رو میزدن استوری میکردن، مثلا پیجای سلبریتی ها رو میزدن از این حرفا. یه باگ دیگه باگ استوری بود که شما اگر مثلا ریپورت قلدری روی استوریای طرف میزدید، استوریاش بلافاصله پاک میشد. حتی اگر 24 ساعتش میگذشت پاک میشد استوریش و پیجش ضعیف میشد و شادو بن میشد. کلا در مورد الگوریتم اینستاگرام بدونید که این خود اینستاگرام چیزی از خودش نداره. این الگوریتم حالا سالهای قبلش عکس محور بود و کپی الگوریتم فیسبوک بود. الگوریتم مثلا این قوانینش کپی توییت بود یه سریاش. بعد اومد تیک تاک اومد این ریلزش رو ساخت و این الگوریتم تیک تاک رو برداشته بود. الگوریتم آی جی تی وی بود که از یوتیوب برداشته بود. کلا این نظر جای اینستاگرام میاد یه تیکر رو برمیداره، هر چیزی دیگه خوبه توی پلتفرم خودش اضاف میکنه و این باعث شده که اینستاگرام اول باگ بوده بعد دست و پا در آورده. خلاصه اینکه بگذریم زیاد سرتون رو درد نیارم و بگم که آقا کلا اینو در مورد من بدونید که آقا کار من چی بوده. کار من آموزش بوده و یه چیزی که خیلی الان دارم اذیت میشم در موردش. ببین بچه‌ها، آموزش دادن خیلی خوبه، اما یه سری اومدن به جای اینکه چیزی رو آموزش بدن قبلش به شما رویای اون، حالا به واسطه این آموزش رویاشو میفروشن. میگن آقا این آموزش ما رو بخر، نمیدونم باش درآمد داشته باش و به بنز میرسی و به بی ام و میرسی و از این حرفا، از این چرت و پرتا. این رویا فروشی است که بده و ما باش مخالفیم. میاد مثلا طرف یه ادعایی میکنه که اصلا همچون چیزی امکان پذیر نیست و اینه که خیلی بده. خلاصه اینکه بگذاریم، نمیخوام زیاد سرتون رو درد بیارم، بریم سراغ اون روش‌های درآمدی که گفتم. اولین راهش فروش بود. فروش به چه نحوی میتونه اتفاق بیفته؟ فروش محصولات فیزیکی توی اینستاگرام، دیوار، تلگرام یا هر جای دیگه که تلفظی باشه بتونید محصولاتی رو ارائه بدید و بفروشید. اینجا یه سری معایب داره، یه سری مزایا داره. مزایاش اینه که آقا شما سقف درآمدی ندارید و میتونید کارتون رو گسترش بدید و برید جلو. سقف درآمدی نداره دیگه، میتونید محصولات زیادی رو بفروشید و کارتون رو رشد بدید. اما اینجا یه سری معایب هم داره. زمان زیادی رو ازتون میگیره، نیاز به سرمایه داره فروش محصولات فیزیکی و شاید مثلا یه سری سختیایی رو داشته باشه که توی شروع کار مثلا یه محصولی رو داشته باشید بخواید برید مثلا پستش بکنید، برید ارسالش بکنید. من خودم هم یادم قبل از این که مثلا آچارگرام رو شروع بکنم یه پیجی رو زده بودم که میخواستم یه سری محصولات رو بفروشم. به خاطر همین بسته‌بندی و ارسالش و این مسائلش دیگه اون رو ادامه ندادم، چون آدمی نبودم
حقیقتا من آدم درونگراییم، همینم که اومدم جلوی دوربین نشستم خیلی خیلی به نظرم کار بزرگی کردم، چون اصلا آدمی نیستم که بخوام مثلا برم بیرون و سر و کله بزنم با افراد مختلف. آدم اجتماعی نیستم حقیقتا. پس چی شد؟ فروش محصولات فیزیکی که این سری معایب و مزایا رو داره. بعدیش اینه فروش محصولات دیجیتال، چیزایی که وجود خارجی ندارن. مثل چی؟ مثل مثلا اکانت اسپاتیفای، اکانت به یوتیوب پرمیوم، اکانت اشتراک وی پی ان، اشتراک آنتی ویروس. اینا هیچ کدومشون وجود خارجی ندارن ولی محصول فیزیکی هن. این دقیقاً اون دردسرهای ارسال و این چیزا رو نداره، سقف درآمدی هم نداره. هر چی که بتونید بازاریابی بکنید، تبلیغات بکنید، کارتون رو میتونید بفروشید، اما بازم یه سری سقف درآمدی داره. چون مثلا چند نفر هستن که اکانت اسپاتیفای میخوان، چند نفر هستن که گیفت کارت میخوان، چند نفر هستن که مثلا یو سی پابجی میخوان، سی پی کال آف دیوتی میخوان. اینها رو باید ببینید که آقا طبق اون روحیاتی که داری. اینو میخواستم بگم. آها راستی، ببینید بچه‌ها، قبل از اینکه هر کاری رو شروع بکنید باید بررسی بکنید که چه روحیاتی دارید، چه طرز تفکری دارید. آدم درونگرایی هستید، آدم برونگرایی هستید. آدم برونگرایی هستید میتونید مثلا فروش محصولات فیزیکی رو انتخاب بکنید. تو میتونید در اجتماع رفت و آمد بکنید. اگه آدم درونگرایی هستید میتونید پشت موبایلتون این کار رو انجام بدید و فروش محصولات دیجیتال رو مثلا انتخاب بکنید که اصلا نیازی نیست بیرون از خونه فعالیتی رو داشته باشید. حالا از اینها که بگذریم، راه سوم فروش چیه؟ راه سوم فروش دراپ شیپینگه که آقا اینجا شما دیگه محصول فیزیکی رو شما نداری. مثلا میرید توی شهرتون یه کفش فروشی رو انتخاب میکنید، یه تولیدی لباس رو انتخاب میکنید، باهاشون صحبت میکنید آقا من براتون مشتری پیدا میکنم، پولش رو به حساب شما میزنم و اون آدرس رو به شما میدم، شما برید مثلا برای اون شخص ارسال بکنید. حالا تبلیغاتتون رو میتونید توی اینستاگرام داشته باشید، میتونید توی دیوار داشته باشید، هر جایی میتونید براشون بازاریابی بکنید و این کار رو انجام بدید. و یه جورایی واسطه گری یا همون ترید هم میشه، معامله گری هم میشه، ولی خب حالا اون میذاریمش توی دسته دراپ شیپینگ. راه بعدی راه خدمات توی فضای مجازی و با موبایل. شما چه خدماتی رو میتونید ارائه بدید؟ مثل ادمینی اینستاگرام، مدیریت پیج اینستاگرام، ادمینی یوتیوب، نمیدونم امنیت پیج بشید. یه سری کارهای خدماتی انجام بدید توی حالا هر کاری که از دستتون برمیاد، چه استعدادی رو دارید، چه تخصصی رو دارید، اینها رو میتونید انجام بدید به عنوان خدمات توی فضای مجازی. خدمات فقط این بحث ادمینی و این چیزایی که بهتون گفتم نمیشه. شما مثلا میتونید برنامه‌نویس هستید، میتونید برید توی سایت‌های فریلنسری، اونجا دنبال کار بگردید. آقا مثلا یکی میاد میگه آقا من میخوام یه اپی رو طراحی بکنم، یه سایتی رو طراحی بکنم. شما طراح سایت هستید، نمیدونم یه سایت رو میخوایم سئو بکنیم، همون SEO شو انجام بدیم. شما مثلا تخصصتون SEO هست و میتونید این کار رو براشون انجام بدید و توی دسته خدمات رسانی این تقسیم بندی میشه. در کنار اینها مثلا میتونید مشاوره بدید، میتونید مثلا کوچینگ داشته باشید. کوچینگ هم مربیگری هستش که مثلا من خودم هم میتونم مثلا در مورد رشد توی اینستاگرام، در مورد قوانین اینستاگرام، چه اتفاقی میشه، چه اتفاقی میفته که پیجتون بسته میشه، چه قوانین رو باید رعایت بکنید شما که پیج بیزنس دارید، میتونم اینا رو کوچینگشون رو قبول بکنم و بهشون مشاوره بدم. و اگر مثلا توی یوتیوب دقت کرده باشید، کانال هایی که مثلا آموزش یوتیوب میدن در کنارش دارن مشاوره هم میدن و از این راه درآمد دارن و این هم یک نوع کار خدماتیه توی اینترنت و شما میتونید خدمات رو ارائه بدید و در قبالش یک هزینه ای رو دریافت بکنید. این کار یه سری معایب و یه سری مزایا داره. مزایاش اینه که آقا شما نیاز به هیچ گونه سرمایه اولیه‌ای ندارید. معایبش اینه که شما به زمان زیادی نیاز دارید. مثلا شما در روز چند تا سایت رو میتونید طراحی بکنید، چند تا نمیدونم پیج رو میخواید ادمینش بشید، براش تولید محتوا بکنید، چند تا امنیت پیج رو میخواید قبول بکنید. به اون میزانی هست که شما دارید کار انجام میدید. ولی کارهای مثلا فروش، شما هر چی بیشتر بفروشی درآمدت هم بیشتره. این یه چیز ثابته و یه چیز اثبات شده است. خیلی هم راحته.
حالا خیلی راحته، منظورم نسبت به کارهای خدماتی به راحته و توی کار خدماتی شما نیازه که یه سری تخصص داشته باشید. شاید شما که این ویدیو رو دارید می‌بینید تخصص خاصی رو نداشته باشید، برنامه‌نویس نباشید، نمیدونم مترجم زبان نباشید که حالا کارهای ترجمه رو انجام بدید و در قبالش یه هزینه رو دریافت بکنید. نمیدونم شاید اصلا توی فضای امنیتی مثلا تخصصی رو نداشته باشید که بخواید امنیت یه پیج، امنیت یه سایت، امنیت نمیدونم یه کانال یوتیوب رو قبول بکنید و کارهاش رو انجام بدید. خلاصه بگذاریم میریم سراغ روش سوم، روش تبلیغات که این خیلی گسترده است و راحت ترین راهیه که حالا راحت ترین از لحاظ انجام دادنش نمیگم، از لحاظ درآمدشه، چون درآمد غیر فعال درآمد از تبلیغات و یه راه خیلی خیلی شیرین و پردرآمدیه که من یادمه توی هیچ کدوم از پیجام تبلیغاتی رو قبول نکردم. حالا شاید انگشت شمار باشه ولی چون که در قبال اون تبلیغات من احساس مسئولیت میکنم. اگر اون پیج یا هر چیزی رو که من تبلیغش میکنم کلاهبرداری باشه یا یه موردی باشه که درست نباشه، به نظر من نباید تبلیغش رو کرد. چون ببینید مثلا من اومدم یکی آقا معرفی کردم، اون رفت کلاهبرداری کرد، نمیدونم یه چیزی رو گفت، اون مخاطبای من میان میریزن سر من، آقا میگن تو معرفیش کردی، تو این کارو کردی، چرا همچین کاری کردی، چرا از اعتماد ما سوء استفاده کردی و گفتی برید فلانی رو دنبال بکنید، برید محصولاتش رو استفاده بکنید، خیلی خوبه، چه میدونم از این حرفا. میرسیم سراغ راه سوم که گفتم تبلیغات توی فضای مجازی. تبلیغات رو شما چطور میتونید انتخاب بکنید؟ یکی تبلیغات از طریق اینستاگرامه، یکی هم تبلیغات توی یوتیوبه یا توی تلگرامه. هر جایی شما میتونید تبلیغات رو انجام بدید. حالا من طبق تجربه‌ای که دارم چیزایی که من میدونم رو بهتون ارائه میدم و میگم آقا از چه راههایی میتونیم از طریق تبلیغات درآمد داشته باشید. ببینید رفقا، اگر شما یه پیج اینستاگرام داشته باشید که مثلا 50 کی فالوور داشته باشه و استوریاش مثلا بگم 10,000 تا بازدید بخوره یا پستاش مثلا 15,000 تا بازدید بخوره، یه سری گروه ها هستن، گروه های گسترده توی تلگرام، میان مثلا من میخوام تبلیغات پیج خودم رو بکنم، تبلیغات آچارگرام رو بکنم، به فرض مثال 10 میلیون به اون صاحب گسترده میدم، میگم آقا این رو پخش بکن بین پیج هایی که شما داری، پیج هایی که توی حالا گروه شما عضو هستن و میخوان تبلیغات رو انجام بدن. این بنده خدا میاد آقا بر حسب هر 1000 تا بازدید تبلیغات من رو پخش میکنه. مثلا شما یه پیج 50,000 فالووری دارید که 10 تا استوریاش بازدید میخوره، بر اساس هر 1000 تا بازدید در استوری نرخی که من دارم 14,000 تومانه. مثلا 10,000 تا بازدید بخوره، شما اگر تبلیغات پیج من رو بکنید 140,000 تومان از من، حالا از من که نه، از اون صاحب گروه گسترده میگیرید و اینطوری میشه که شما مثلا در روز اگر 5 تا تبلیغ رو انجام بدید، 5 تا مثلا 100,000 تومان، 500,000 تومان، 5 تا 40 تا هم 200,000 تومان، 700,000 تومان میتونید از طریق این درآمد داشته باشید. ولی خب باید پیجتون رو بالا آورده باشید، پیجی رو داشته باشید که توش تبلیغات انجام بدید. پس این شد تبلیغات توی اینستاگرام. هم از راههای گسترده میتونید انجامش بدید، هم اگر پیج مثلا یه بلاگر معروفی باشید، یه حالا پیج خوبی داشته باشید، خود افراد میان به شما پیام میدن و درخواست همکاری میکنن و میگن آقا پیج ما رو، کار ما رو معرفی بکن و این حالا شما مثلا تعرفه میذارید. مثلا یه بنده خدایی، حالا اسم نمیارم، چیز خاصی هم نداره برای ارائه یا آدم خاصی هم نیست، ولی ممکنه 70-80 میلیون بابت هر تبلیغات میگیره و کلا من از فضای اینستاگرام فاصله گرفتم، چون فضاش به شدت به نظر من مزخرفه و اصلا به درد من نوعی نمیخوره، به درد شما که دارید این ویدیو رو میبینید و تا اینجا اومدید نمیخوره، چون دنبال سرگرمی اصولا نیستید و دنبال این هستید که آقا یه چیزی رو یاد بگیرید و معلومات خودتون اضافه بکنید. حالا از تبلیغات توی اینستاگرام که بگذریم، یه تبلیغات هم توی یوتیوبه. خود یوتیوب میاد دقیقاً کار همون گسترده رو میکنه، کار همون گروه‌های گسترده رو میکنه. به فرض مثال من یه شرکت نمیدونم شکلات فروشی دارم، میام به یوتیوب یه مبلغی رو پرداخت میکنم، بگم این رو برای من روی ویدیوهای مختلف تبلیغ بکن. یوتیوب میاد چیکار میکنه؟ 50% یا 40% رو دقیقاً نمیدونم برمی‌داره برای خودش
الباقیشو میده به تولید کننده محتوا، اونی که ویدیو میسازه و اون ویدیوی تبلیغاتی مثلا شرکت شکلات فروشی و روی ویدیو شما میذاره. هر کسی که حالا اون ویدیو رو ببینه میره حالا شکلات میخره. توی ایران طبیعتا ما تحریم و این اتفاق نمیافته، ولی خب توی خارج مردم مثلا یه تبلیغاتی رو میبینن میرن خرید میکنن. مثلا تبلیغاتی یه وی پی ان آقا میبینه، آقا حالا این وی پی ان رو بخره، چه میدونم از اطلاعات خصوصی خودش میتونه محافظت بکنه و دیگه کسی نمیتونه دسترسی داشته باشه به اون اطلاعات. حالا این شد پس تبلیغات توی یوتیوب. یه سری تبلیغات دیگه هم داریم که عرف نیستش و خیلی کم اتفاق میفته. حالا شاید توی ایران اینطور باشه، شاید توی خارج اینطور نباشه. بحث افیلیت مارکتینگ این چطوره؟ دقیقا مثل دراپ شیپینگ. دراپ شیپینگ شما میومدید پول رو از مشتری میگرفتید میدادید به تولید کننده یا اون حالا مثلا انباردار و اونجا اون محصول رو ارسال میکرد و شما سود خودتون رو برمی‌داشتید. افیلیت مارکتینگ اینطوری نیستش. شما میاد لینک اون محصول رو حالا توی مثلا کانال تلگرام خودتون میذارید یا روی یوتیوب خودتون یا توی اینستاگرام خودتون میذارید و هر کسی که از طریق اون لینک خرید بکنه یه درصدی رو اون صاحب محصول برای شما واریز میکنه، مثلا 6%. حالا این بیشتر شبیه، حالا نمیدونم، دراپ شیپینگ رو میتونیم توی این دسته بذاریم. حالا این شرکت‌های هرمی هستن که نمیدونم مثل گلدریز، اشتباه نکنم نمیدونم، اینا که میومدن یه سری محصولات بهداشتی رو میفروختن و مثل شامپو و دستمال کاغذی و دستمال توالت و این چیزا، و شما مثلا کارهای بازاریابیشو انجام میدادید. دقیقاً توی افیلیت مارکتینگ هم شما کارهای بازاریابیشو انجام میدید و حالا هر کسی که از طریق اون لینک خریدی رو انجام بده یه پورسانتی رو اون صاحب محصول برای شما در نظر میگیره و میتونید برداشتش بکنید. میریم سراغ راه چهارم، راه ترید. قبل از اینکه بریم سراغ راه چهارم، من یادم رفت که مزایا و معایب حالا تبلیغات رو بهتون بگم. ببینید توی تبلیغات شما مزایاش اینه که درآمد خیلی خوبی داره، درآمد غیر فعال تقریبا حساب میشه توی یوتیوب. حالا توی اینستاگرام شما باید حتما برید اون تبلیغات رو قبول بکنید و مثلا زمان بذارید براش. درآمد غیر فعال چیه؟ درآمد غیر فعال اینه که شما مثلا خواب باشید و توی اون خوابی که دارید رویا میبینید یه پولی به حساب شما واریز بشه. این میشه درآمد غیر فعالی که حالا از طریق یوتیوب این اتفاق میفته. پس مزایاش چی شد؟ مزایاش این بود که آقا شما یه درآمد غیر فعال دارید و سقف درآمدی آنچنانی هم نداره. هر چیزی که بتونید پیجتون رو بالاتر ببرید یا کانالتون رو بالاتر ببرید، درآمدتون هم به همون میزان بیشتر میشه، هرچی بازدیداتون بیشتر باشه. معایبش چیه؟ معایبش اینه که آقا شما باید تولید محتوا بکنید. سخت‌ترین کاری که شما میتونید انجام بدید. تولید محتوا کردن به همین راحتی هم نیست، وگرنه همه انجامش میدادن. خب به فرض مثال شما تولید محتوا کردی، همون روز اول که درآمد نداری و یه مدتی رو باید صرف بکنی، زمان بذاری، حوصله به خرج بدی تا به درآمد برسی. پس معایبش این میشه که آقا شما از همون روز اول درآمد نداری، ولی خب توی فریلنسری اگر شما یه تخصصی رو داشته باشی، از همون روز اول میتونی آقا درآمد خودت رو داشته باشی و یه کاری رو انجام بدی و حالا یه پولی رو دریافت کنید. هرچند اونم نیاز به رزومه کاری داره. مثلا شما باید یه رزومه‌ای داشته باشید، مثلا بگید آقا من این کارو کردم، این سایت‌ها رو طراحی کردم، این برنامه‌ها رو مثلا برنامه نویسی کردم، این ربات تلگرام رو مثلا ساختم. به مشتریتون نشون بدید، اعتماد سازی بکنید که آقا مثلا به شما اعتماد بکنه. ولی خب توی مثلا تبلیغات شما از همون روز اول نمیتونید درآمد داشته باشید. روی پیج مثلا 5000 تا فالووری که کسی به شما نمیاد تبلیغات بده، یا روی کانالی که مثلا اون شرایط درآمدزایی رو نداشته باشید و 1000 تا سابسکرایب و 4000 ساعت پر نکرده باشی، یوتیوب روی ویدیوهای شما ممکنه تبلیغات نشون بده، اما اون از طریق اون هیچ درآمدی شما نداری. بریم سراغ راه چهارم که قرار شد بگم و یه خورده پرحرفی کردم. میریم سراغ راه ترید. آقا من توی این ترید خیلی حرف دارم، خیلی ویدیوها میتونم در موردش بسازم و یه سری توضیحات بدم که حالا توی این ویدیو فقط مختصر و کوتاه میریم سراغش، یه سری پیش نیازها رو بهتون بگم. ببینید اگر من میخوام در مورد ترید نظر شخصی خودم رو بگم، میگم اصلا به هیچ وجه من الوجوه سمتش نرید. چرا؟ چون ریسکی به شدت بالایی داره. ترید، حالا ترید مثلا ارزهای دیجیتال رو بگیریم دیگه، یا مثلا توی فارکس رو بگیریم، این به شدت ریسکش بالاست. توی اون کارهایی که گفتیم شما هر کاری رو انجام بدید نسبت به این ریسکش پایین تره.
مثلا اگر بخواید یه پیجی رو رشد بدید، تبلیغات قبول بکنید، یه پیجی رو بزنید محصول بفروشید، یه تخصصی رو برید کسب بکنید، طراحی سایت یاد بگیرید، توی مثلا سایت‌های فریلنسری پروژه قبول بکنید، این خیلی ریسکش پایین‌تره. ولی ریسک ترید بسیار بسیار بالاست. خیلی خیلی ریسک داره. ترید هم خودش دو نوعه بچه، یکی اثباته، یکی هم فیوچرزه. حالا توی مثلا فارکس بازی یه چیز دیگه ای داره، یه مترادف دیگه ای داره. ببینید اثبات چطوره؟ اثبات اینه مثلا شما الان قیمت هر بیت کوین چنده نمیدونم دقیقاً، تقریبا شاید $90,000 باشه. شما $90,000 میدید و مثلا یه دونه بیت کوین میخرید، این میشه اثبات. اگر این مثلا بشه $100,000 شما اینجا $10,000 سود کردید، میتونید روی $100,000 بفروشیدش و دوباره اگر اومد $50,000 دوباره بخرید، مثلا روی $150,000 هر وقت بیت کوین رفت بفروشید. این میشه درآمد از طریق اثبات و ترید توی مثلا ارزهای دیجیتال. ولی یه نمونه‌ای داریم، ترید فیوچرز. به چه صورته؟ صرافی میاد مثلا لورج 10 به شما میده، اهرم 10 به شما میده. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا $1,000 دارید، اهرم 10 اگر استفاده بکنید میتونید با $10,000 معامله بکنید. اینجا میاد خود صرافی $9,000 رو به شما قرض میده یا $10,000 در اختیار شما قرار میده و اون $1,000 شما رو ذخیره میکنه. شما اگر با این $10,000 معامله بکنید، اگر سودی رو بکنید بر حسب اون $10,000 میتونید برداشت بکنید. اگر ضرری رو بکنید بر حسب اون $10,000، مثلا اگر 10% ضرر بکنید $1,000 شما صفر میشه و شما لیکوید میشید یا توی فارکس به قول گفتنی کال میشه حسابتون و کلا $1,000 از دست میره و اینجا سودش برای صرافی هاست. به خاطر همینه که الان صرافی زیاد شده و خیلی ها میبینیم میان میگن من هیچ دوره‌ای برای فروش ندارم، هیچ پکیجی رو ندارم، همه چیزم رایگانه. تهش میری تو دورش میبینی داره به صرافیشو معرفی میکنه، چون میدونه مردم ریسکش بالاست، دنبال یه شب پولدار شدنن، میان پولاشون رو میریزن لیکوید میشن، پولشون هم واریز میشه به حساب صرافی. خب آخه شما با چقدر پکیج فروختن مگه میتونی مثلا $1,000 از طرف بگیری، $10,000 از طرف بگیری؟ طرف هرچی پول داشته باشه میاد آقا میریزه توی این صرافی که اون ضررهای قبلیشو جبران بکنه، بازم لیکوید میشه، بازم پولش واریز میشه به حساب شما. خب شما فهمیدی دیگه توی پکیج که دیگه پولی نیست، دیگه اوندی دیگه به استخون رسوندیش. ولی اینجا شما لیکوید میشه و هر وقت که پول داشته باشه بخواد ترید بکنه از دستش میده و میاد توی حساب شمایی که صرافی داره. خلاصه این که بچه ببینید من ترید رو به هیچ وجه توی حالا قسمت فیوچرزش رو که شما اهرم بزنی پیشنهاد نمیدم، چون ریسکش بالاست، چون کار هر کسی نیست. ممکن الان خیلی به خاطر این حرف من بیان بریزن سر من بگن آی تو که نمیدونم اطلاعاتی نداری چرا نظر میدی و چرا این حرفو میزنی این چیزا. ولی خب من نظر شخصی خودم رو میگم، حق دارم که انتقاد بکنم، حق دارم که نظر شخصی خودم رو بگم. هر کسی هم که داره این ویدیو رو میبینه حق داره که آقا هر کاری که دوست داره اختیارش رو داره انجام بده و به من نوعی هیچ ربطی نداره. میخواد بره ترید بکنه پولش رو از دست بده، اصلا توی رویای یک شب ثروتمند شدن میخواد بره پولش رو بده، نمیدونم یه بار سود بکنه، ولی در برآیند بلند مدتش میبینی هرچی پول داره داره ضرر داره. یه جورای قماره اگر اطلاعاتش رو نداشته باشید. و 99% افرادی که میان وارد این بازار میشن هیچ گونه اطلاعاتی ندارن، همینطوری میان پول میریزن و پولاشون رو به باد فنا میدن. ولی خب بچه ببینید توی ترید مثلا اگر شما اطلاعاتش رو داشته باشید، ترید هم خودش دو نوع، یکی فاندامنتال یکی تکنیکاله. تکنیکال همون ترید کلاسیکه و شما مثلا میاد 4 تا خط میندازید توی چارت، مثلا میگید اینجا من بخرم خوبه و حالا اینجا بره بالا من میفروشمش. یکی از فاندامنتاله، مثلا میاد ترامپ یه خبری رو میگه آقا مثلا من از ارزهای دیجیتال میخوام حمایت بکنم و مثلا توی بانک‌های امریکا میخوایم آقا اینو ثبتش بکنیم که بتونن خرید و فروش بکنن. این خودش یه خبر حمایتیه و میره بالا. یا مثلا میاد میگه من اینو تحریمش کردم، به شدت افت میکنه میاد پایین. یا مثلا یکی میاد یه آدم سلبریتی بزرگی میاد مثلا میگه اینا کلاهبرداریه، این شت کوینه مثلا اینجوری به شدت صعود میکنه. یا مثلا همین موردی که فاندامنتال میشه خبر کلا، موردی که آقا دیپسیک اومد گفت من با $10 میلیون یه نمونه ای ساختم مثل چت جی پی تی،
ولی خب قبل از اون شرکت انویدیا که این حالا کارت گرافیکا رو میساخت میگفت آقا این خیلی خرج داره و بالغ بر چندین میلیارد دلار ما باید خرج بکنیم تا بتونیم یه چیزی مثل چت جی پی تی بسازیم و این حرفا. ولی خب دیپسیک اومد و با 10 میلیون دلار اینو ساخت. این که خبرش اومد، انویدیا تقریبا حدود 600 میلیارد دلار از ارزش سهامش کاسته شد و ریخت پایین. این شد فاندامنتال، اونم شد تکنیکال. پیشنهاد من اینه که اگر میخواید این کار رو انجام بدید، به دید بلند مدت بهش نگاه بکنید، اصلا وارد اون قسمت تریدی که مثلا شما اهرم استفاده بکنید و چند برابر پول خودتون رو بخواید معامله بکنید، اصلا این کار رو نکنید، چون ریسک به شدت بالایی داره و این توی معایبش قرار میگیره. چون ممکنه یه شبه آقا شما مثلا بیاید 100 میلیون وارد این بازار بکنید و ضرر بکنید. یه شبه که نه، ممکن آقا توی 10 دقیقه این کار رو انجام بدید، به اهرم 100 بزنید و کلا پولتون بشه به همون سرعت لیکوید بشه و کلا پولتون رو از دست بدید. ولی مزایاش چیه؟ مزایاش اینه که آقا شما ممکنه مثلا میگم مثل شیبا، مثل نمیدونم دوج کوین، اخبار اگه دنبال میکردید، مثلا ایلان ماسک میومد آقا یه عکس دوج کوین رو میذاشت، عکس سگ دوج کوین رو میذاشت، توی اون مثلا یه هفته آینده میدیدی آقا اون قیمت دوج کوین داره میره بالا. شما میتونستی قبل از این که حالا قبلش که نه، مثلا میتونستی با همون توییت های ایلان ماسک رو دنبال بکنی، هر وقت اومد این توییت زد شما میخریدی، قشنگ میرفت بالا، سود میکردی. یا مثلا شیبا یه موقعی خیلی سر زبون افتاده بود، یه ارز دیجیتال، یه شت کوینه، همه خریدن، چون این میخریدن سر زبون افتاده بود، این میرفت بالا، هی میرفت بالا، هی میرفت بالا و بعد از یه جایی هم که همه دیدن سود کردن اومدن فروشنده شدن، باز این اومد پایین، اومد پایین. اینطوریه دیگه. شما اگه بتونید تشخیص بدید آقا چه موقعی برای خرید خوبه، میتونید بخرید و هر موقعی هم که دیدید رفته بالا میتونید بفروشیدش و سود بکنید. حالا خارج از این، ترید توی ارزهای دیجیتال به شدت ریسک بالایی داره، چون ارزش کل حالا بازار کریپتو حدوداً 3 تریلیون و 200 میلیارد دلاره، اما ارزش بازار مثلا فارکس خیلی بیشتر از این حرف هست. توی سال 2023 مثلا گردش یک روزش 8.5 تریلیون دلار، یعنی تقریبا یه چیزی هولوش 2.5 برابر کل ارزش کریپتو. و به خاطر همین میگم کریپتو ریسکش بالاست، چون ارزش پایینی داره، خیلی سریع میتونه جابجا بشه و مثلا شما یه چیزی رو قیمت بالا بخری سریع میتونه ریزش بکنه، یا چیزی رو پایین بخری سریع میتونه قیمتش بره بالا. ریسک زیادی رو داره و من اصلا به هیچ وجه ترید توی ارزهای دیجیتال رو پیشنهاد نمیدم. اگر دوست دارید یاد بگیرید و کار انجام بدید، میتونید برید توی فارکس. و میگم بچه من اصلا پیشنهاد نمیدم و فقط دارم نظر شخصی خودم رو میگم. بورس ایران هم هست، اونجا هم میتونید آقا شما ترید رو انجام بدید، یه سهامی رو مثلا ارزون بخرید، گرون بفروشید. ببین بچه اینجا ما توی ترید یه بحثی رو داریم که حالا به فرض مثال گفتیم ارزون بخرید، گرون بفروشید. توی ایران یه سری چیزا متغیره. به فرض مثال ما تورم رو داریم. شما اگر دلار رو بخرید، مثلا آقا 1000 دلار میایید میخرید روی قیمت 50,000 تومان و مثلا 1000 دلار رو خریدید روی مثلا دلار 90,000 تومان، میاد 1000 دلارتون رو میفروشید، اینجا تقریبا 40 میلیون تومان سود کردید و به پولتون اضافه شده. ولی اینجا چیزی به شما اضافه نشده، چون به همون میزان بقیه اجناس، بقیه جنسان گرون شده. اگر که مثلا حدود 37-8% دلار رشد کرده، حدود 40-45% دلار رشد کرده، به همون میزان اجناس دیگه هم گرون شده. مثلا ماشین گرون شده، گوشی گرون شده. اگر گوشی رو شما مثلا اون موقع 100 دلاری رو می‌خریدید 5 میلیون تومان، الان باید مثلا 9 میلیون تومان به یک پول بدید بابتش. اینجا گرون نشده، اینجا سودی رو شما کسب نکردید، فقط از تورم فرار کردید. پس این رو حواستون باشه که فکر نکنید اگر همیشه پایین خرید و بالا فروختی سود کردید. توی ایران متاسفانه این فرق کنه. ولی خب مثلا اینجا شما میدونید که آقا الان بازار ملک، بازار زمین، اینا مثلا الان اگر بخرید خوبه، الان ارزونه، بعدن گرون میشه، میتونید بفروشیدش. یه محله خوبه، مثلا اینجا قرار کارخونه زده بشه، قرار نمیدونم روش سرمایه گذاری بشه، مرکز خرید باز بشه. اینجا شما مطمئنید که
قیمت اون مثلا ملکی که خریدید رشد میکنه. اینجا پس شما میتونید یه سرمایه گذاری رو انجام بدید یا اون معامله رو انجام بدید و توی ارزونی بخرید، توی گرونی مثلا بعد چند سال بفروشید. حالا زیاد من توی این مسائل تخصصی رو ندارم، سعی میکنم زیاد صحبتی رو نکنم، ولی خب تخصص من بیشتر توی همون تبلیغات، توی آموزش دادن، توی این سری مسائل، توی همون مثلا یه پیجی رو بزنیم بیاریمش بالا، یا مثلا یه محصولی رو بخوایم بفروشیم. اگر شما مثلا دوست داشته باشید من میتونم آقا یه پیج رو از صفر بزنم، یه محصولی رو هم آقا در نظر بگیرم و به شما نشون بدم، آقا مثلا ویدیو بسازم در موردش، آقا مثلا من این کار رو انجام دادم امروز و مثلا این تعداد فالوور رو جذب کردم، این تعداد فروش رو داشتم، این سود من بود، با این سودم میام تبلیغات میکنم روی پیجم، افراد جدیدی که اومدن بهشون میفروشم، دوباره یه پولی رو کسب میکنم، دوباره از اون سودم رو برداشت میکنم، با سودم میتونم دوباره تبلیغات بکنم، یا نمیدونم میتونم برم خرج بکنم، برم سرمایه گذاری بکنم، هر کاری باش انجام بدم. شما از صفر هم میتونید انجامش بدید، به شرط که بخواید، به شرط که زیاد بهش فکر نکنید، به شرط که از این ویدیو به این ویدیو، از این سایت به اون سایت نپرید. فقط کافیه که انجامش بدی و زیاد بهش فکر نکنی، چون اوورسینکینگ میکنی و زیاد بهش فکر میکنی، میره توی غرق افکارت میشه و افکار منفی هم که همیشه منتظرن که شما بشینی زیاد فکر بکنی و بیان سراغت بگن نه نمیشه، این دروغ میگه، این چرت و پرت میگه، اصلا هم چیزی امکان نداره، تو نمیتونی، تو اصلا روحیاتت با این سازگار نیست، تو پولی یا نداری بخوای این کار رو انجام بدی، در صورت که از صفر هم میشه انجامش داد. شما با همون فالویی که بهتون گفتم شما میتونید مخاطب جذب کنید. برای این مخاطب مثلا تولید محتوا بکنید، اعتمادش رو جلب بکنید. اعتمادش رو که جلب کردید، جذب کردید، میتونید بهش محصولی رو که داشته باشید بفروشید. محصول رو که فروختید، اینجا شما درآمد دارید. درآمد که دارید، اینجا شما سود دارید. از اون سود میتونید دوباره تبلیغات بکنید و بازاریابی بکنید. و برای شمایی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی یک جمله دارم. تویی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی، تو واقعا دنبال تغییری. فقط یادت باشه که فرق بین اونی که درآمد داره از این فضا با موبایلش و اونی که آرزوشو داره، فرقش میدونی چیه؟ فرقش اینه که اولی انجامش میده، ولی دومی فقط فکر میکنه. یه کلیپی بود که حتما براتون سعی میکنم بذارمش. این بازیگر شلوک میگفت آقا دست بردار از غر زدن، فکر کردن، نمیدونم اله بله کردن، تنبلی کردن، خستم، نمیدونم این حرفا، فقط انجامش بده. فقط انجامش بده. وقتی که توی راهش بیفتی خودت لول اپ میشی. مثلا آقا از صفر شروع بکنی، کم کم مثلا بعد یه هفته میبینی یه چیزی به ذهنت رسید، میای بالاتر، میای بالاتر، یه چیز جدید یاد میگیری، توی اون راهی که هستی رشد میکنی. ولی اگر شروع نکنی شما توی همین نقطه صفر میمونی و هیچ رشدی رو نمیکنی. پس چرا شروع نمیکنی؟ تویی که تا اینجا ویدیو رو دیدی، این حرفای منم گوش کردی، چرا شروع نمیکنی؟ شروع کن دیگه. اگه دنبال درآمدی باید شروع بکنی وگرنه لول اپ نمیشی. به فرض مثال شما میخوای بری یه بازی انجام بدی، میخوای بری کلش بازی بکنی، فقط بهش فکر میکنی آقا من چطوری بازی کنم، نمیدونم، اصلا هیچ اطلاعاتی هم در موردش نداری. باید بری اون بازی رو انجام بدی. آخه اونو که انجام بدی میبینی آقا مثلا باید این خونه رو ارتقا بدی، اکسیر جمع کنی، گلد جمع کنی، این کار رو انجام بدی تا کم کم بیای لول اپ بشی، بیای بالا، تجربه توش کسب بکنی. و اگر کاری هم میخوای شروع بکنی پس شروع بکن. اگر چیزی هم از من میخوای که مثلا بیام در موردش ویدیو بسازم، توی کامنت ها بگو. اگر تجربه ای داری توی کامنت ها بگو، کاری انجام دادی، درآمدی داشتی، تا ببینی آقا چی میشه. ما بیایم برای شما مثلا یه ویدیوی آقا چیزی که شما میخواید، ببینید آقا چی اصلا شما میخواید، در مورد چه موضوعی میخواید من براتون آموزش بسازم، بگید آقا من براتون بسازم، توضیح بدم، شما شروع بکنید. فقط شروع بکنید، بقیهش با خدا. از تو حرکت، از خدا برکت. تا آموزش بعد، به تو.